و حدود ظهر به رادیو در مرکز بیسیم هم رسیدند. پس از ساعتی قطع فرستنده که تمام رادیوهای ایران باز گذاشته شده بود و این شاید طولانی ترین سکوتی بود از یک فرستنده رادیویی که این همه شنونده داشت، ناگهان فرستنده آغاز به کار کرد و صدای مهدی میراشرافی و الو الوهایش در خانه ها پیچید و پیام ها و پیام ها. نوار آن روز سند است، رسوا کننده است. خوب گوش کنید. پیش از اینکه زاهدی پای میکروفون برسد و پیام اربابش را که CIA دیکته کرده بود بخواند، بشنوید چه میگویند و از که میگویند. الو اینجا تهران، الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت‌آمیز، خبر بشارت‌آمیز. چند دقیقه دیگر در لشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می‌کند. مردم شهرستان‌های ایران بیدار شاه باشید. مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان‌ها، من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدند. مردم حسین فاطمی را قطعه کردند. عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همه شما تبریک میگویم. واجد عظمت خاصی که در راه الان طبعا به موانع عظیم برخورد کرده و میکنیم، ولی ما اونها را باید از میان برداریم. خرد کننده صخره‌های موانع تنها استقامت و پایداری و خودگذشتگی. مصدق قلمزن چیره دستی که بر صفحه تاریخ مردم ما نقشی جاوید پرداخت، به سال 1258 شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت و مادرش نجم السلطنه بود. مشروطه طلب بود. به هنگام استبداد صغیر برای تحصیل در اروپا بود. پیش از کودتا در مقام والیگری فارس با پلیس جنوب در افتاد. پس از دوره ششم در احمدآباد زیر نظر قرار گرفت و در 1319 به زندان بیرجند فرستاده شد. کسانی که از جریان زندگی سیاسی این جامعه مستحضرند به خوبی می‌دانند که انگلیس‌ها در اجرای مواد برنامه استعماری یک قسمت از مسائل خود را از سالها پیش یعنی چند سال قبل از کودتا تا امروز برای مهیوز و مغلوب کردن این جانب همواره مصروف داشتند.
پس از شهریور نماینده مردم تهران در دوره‌های 14 و 16 بود. قانون ملی کردن نفت را از تصویب مجلس 16 گذراند و در 6 اردیبهشت 1330 به نخست وزیری ملت برگزیده شد. در آغاز برای جلب توجه عموم به دشمنانی که در کمین جانش بودند در مجلس بحث می‌شد. در 29 خرداد 30 از شرکت نفت خلعیت شد. در نظر وی تا زمانی که اصول رفتار و اخلاقی را که باعث تسلط بیگانه شده است از دلهای خود نرانیم، به این خلعیت نخواهیم توانست جنبه قطعیت بدهیم. مصدق و یارانش متکی به مردم بودند. درباره یار شهیدش دکتر حسین فاطمی نوشت که پیشنهاد ملی کردن نفت از وی بود. در برابر سفیران و فرستادگان بیگانه مظهر استقلال طلبی و اراده ملت ایران بود. پیشنهادها و هم تهدید به محاصره‌های نظامی و اقتصادی گریدی، هریمن، ستوکس و هیئت‌های دیگر در اراده استوار و آخنین وی خللی وارد نمی‌آورد. پس از خلعیت دولت مصدق کارشناسان انگلیس را از خوزستان اخراج کرد و قسمتی از خاک کشور را که قبضه کرده بودند از زیر سلطه آنان به در آورد. در نظر مصدق مجلس واقعی و تصمیم گیرنده نهایی مردمند. یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد. مصدق در هر فرصت برای مردم ایران و جهانیان نهضت ملی ایران را توضیح می‌داد. این جنبش تاریخی زاییده تصادفات کوچک و مولود اغراض سیاسی نبوده و نیست، بلکه ریشه عمیق و نفوذی غیرقابل تصور در جامعه ایرانی دارد که یک سلسله علل و وقایع مهم دو قرن تاریخ اخیر ایران آن را پیریزی و شالوده گذاری کرده است. در مهر ماه 30 به شورای امنیت رفت و در پاسخ به پیشنهاد سازش گفت جامعه ملل هم همین تکلیف کفر و آشتی را به ایران و انگلیس ندارد، اما تصدیق می‌فرماید که آشتی گفت با میخ به هیچ وجه مناسبت ندارد. سپس در واشنگتن به ترومن گفت من اکنون نیامدم که از شما چیزی بخواهم، من آمده‌ام که شما با این اختلافی که ما راجع به نفت داریم جنبه بی‌طرفی اتخاذ کنید. آنگاه در قاهره شاهد انعکاس رستاخیز ایران شد. انعکاس رستاخیز ملی ما از مرزهای کشور گذشت و جهانیان را متوجه خود ساخت و الهام دهنده قیام‌های ملی در ملل دیگر نیز شد.
پیشنهاد نمایندگان بانک بین‌الملل را نپذیرفت و پیش از سفر لاهه در خانه خود خطاب به نمایندگان دوره 17 برنامه مقاومت ملی را تشریح کرد. در 19 خرداد 31 رهسپار لاهه شد و در دادگاه گفت که هیچ امکان اخلاقی و سیاسی وجود ندارد تا به استناد آن دادگاه ملی کردن صنعت نفت ایران را مورد رسیدگی قرار دهد. در این دعوا نیز پیروز شد. در 30 تیر 31 با قیام مردم به حکومت بازگشت. درباره شهیدان این قیام گفت مزار ابدی شهدای 30 تیر یک نموده جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد. با وجود همه تشبسات امپریالیست ها نفت ملی شده به بازارهای جهان راه گشود. توطئه ها این از پی آن ترتیب یافتند. کودتای 25 مرداد به نتیجه نرسید و دست بتشکن ملت از آستین به در آمد. سیا و ایادی سلطه کودتای 28 مرداد 32 را تدارک دیدند. هر کجا که بخواهند مقاصد خود را پیش ببرند نقشه‌هایی دارند که هر یک از آنها با اوضاع و احوال روز تطبیق کنند او را انتخاب نموده به منظور اجرا می‌گذارند و از هر گونه اختلاف و اختلال داخلی کشورها سوء استفاده می‌نمایند. در طول 150 سال اخیر در این مملکت با کسانی که به حمایت منافع وطن خویش برخاسته با حربه‌های گوناگون مبارزه کرده‌اند و هر یک از آنها را به نوعی از میان برده‌اند. و به همین جهت است که گفته‌اند پادشاه سلطنت می‌کند نه حکومت. در آخرین جلسات دادگاه گفت چون از مقدمات کار طرز تعقیب جریان دادرسی معلوم است که در گوشه زندان خواهم مرد، بدین وسیله از مردم رشید و عزیز ایران مرد و زن تودیع کرده و تأکید می‌نمایم که در راه پر افتخاری که قدم برداشتند از هیچ حادثه‌ای نهراسند. در سال 35 از زندان لشکر 2 زرهی به احمدآباد تبعید گردید. پس از چندی از گردش وی در هوای دهکده نیز جلوگیری شد.
همسر خود را بهترین دوست خود می‌دانست و به هنگام درگذشت این همسر فداکار نوشت که وی در سختی‌ها همراه من بود و هر وقت نزد من می‌آمد مرا تسلی می‌داد. با وجود زندانی بودن نگران سرنوشت نهضت و آزادی و استقلال ایران بود. از اعتراض به کاپیتولاسیون غفلت نکرد و به سال 43 درباره تشکیلات و راه و رسم جبهه ملی اظهار نظر قاطع کرد و در این راه امید خود را به جوانان هنوز به همه چیز نرسیده بسته بود. مصدق تا پایان عمر زندانی بود و تنها اعضای خانواده‌اش اجازه ملاقات وی را داشتند. مادرم به سراغم آمد و گفت تو باید بدانی که وضع اشخاص در جامعه به قدر شرایطی که دستگاه مردم تحمیل می‌کنند. هر قدر امروز را به تو بیشتر سخت بگذرد، هر قدر قوه مقاومت تو بیشتر باشد، مردم قدر تو را بیشتر می‌دانند.
اواخر آذر ماه 45 شدیداً بیمار شد. در ساعت 6:45 بامداد یکشنبه 14 اسفند در بیمارستان نجمی تهران درگذشت. وصیت کرده بود در مزار شهدای 3 تیر به خاکش سپارند. از اجرای این وصیت جلوگیری گردید. در احمدآباد دفن شد و بدین سان پس از وفات پیکر این انقلابی راستین نیز زندانی گردید. فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه کهنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.